خیلی خوش اومدیم به 8مین قسمت از مصاحبه‌های مربوط به شغل و تحصیلات و درآمد. با 10 نفر در مورد این موضوع مصاحبه کردم که میتونید توی این پلیلیست ببینید و آخر ویدیو هم تگش میکنم. و البته از اونجایی که دغدغه خیلیاتون رسیدن به شغل مورد علاقه و پردرآمد بوده، توی پلیلیست نقشه گنج در موردش دارم ویدیو میذارم که میتونید اونم دنبال کنید. بریم سراغ این ویدیو. چند سالتونه؟ من 20 سال. تحصیلاتتون چیه؟ دانشجویی؟ آره، رشتم طراحی دوخته و ترم 1. کاری هم همزمان انجام میدین الان؟ آره، بیشتر تو کافه رستورانه کار میکنم. سفارش میبرم سر میز، سفارش میگیرم تو حالت گارسون. از اون ورم میخوام یک مغازه یالو بزنم که همون کارهایی که میدوزم و درست میکنم و داخلش بزنم. درسته، خیلی عمالی. با علاقه انتخاب کردین این شغلی که دارین و حالا رشته‌ای که دارین میخونین؟ آره، علاقه داشتم بهش. حدود درآمد هم میتونین بگین از کاری که تو کافی شاپ دارین؟ حدود درآمد دیگه از 9 تومن دیگه شروع میشه، سقفش تا 12-13 تومن. هر چقدر واردتر بشین دیگه بیشتر میشه. چرا سمت این کار رفتین؟ من چون هم کار آسونتریه، هم درآمد بهتری داره، چون شغل اصلیم که نیست، شغل دومم یه جورایی که از اون هم درآمدش خوبه، هم آسون، زیاد لطمه تو کار دیگه نمیشه. به نظرتون علاقه رو باید انتخاب کرد یا درآمد برای انتخاب شغل؟ علاقه واجب تره. علاقه که داشته باشه اون درآمد هم کنارش هست، چون تو کارت حرفه‌ای تر میشی، از اون ور درآمدش هم اوکی میشه واسه. من چند سالتونه؟ 40. تحصیلاتتون چی بوده؟ فوق دیپلم حسابداری. درسته. و شغلتون چیه در حال حاضر؟ الان که مسئول دفتر یه شرکت هم در حال است. درسته. در چه زمینه یه شرکت ربطی داره به تحصیلاتتون؟ نه کلا ربطی نداره. نه ربطی نداره. درسته. حدود درآمدتون هم میتونم بپرسم؟ زیر 20. درسته. اگه برگردین عقب بازم همین رشته رو میخونین یا ممکنه کار دیگه ای انجام بدین یا شغلتون رو عوض میکنین؟ نه اگه برگردم عقب قطعا شغلمو عوض میکنم. سمت چه شغلی میری؟ خودم واقعا آشپزی رو بیشتر ترجیح میدم. درسته. چرا پس به این سمت رفتین؟ چی شد که این شغل رو انتخاب کردین؟ شاید اون زمان صحبت بزرگتران نمیدونم این بهتره، بازار کارش باشه. آره بازار کارش بهتره، ثابته. درسته. بیمه و اینا داشته باشه. آره دقیقاً. الان نمیشه برین سمت علاقتون، حالا هم آشپزی؟ چرا میشه، نه که نشه، ولی خب بحث این که اون سرمایه هم هست. درسته. یا اینکه بازم باید واسه کسی دیگه کار کرد، یا اینکه اگه میخوای واسه خود کار کنی باید سرمایه‌اش باشه دیگه. الان شبتون بخیر. سلام، شب شما بخیر. مرسی. چند سالتونه؟ 34. تحصیلاتتون چی بوده؟ چه دانشگاهی؟ ارشد عمران، دانشگاه دولتی. و شغلتون چیه در حال حاضر؟ شغلم کارگزاری بورس. به صورت مستقل کار میکنین یا نه؟ توی کارگزاری کار میکنم. میتونم حدود درآمدتون هم بپرسم؟ حدود درآمد تقریبا میشه قانون کار و حالا با شرایط بورس بستگی داره که بهتر باشه خب بیشتر میشه. یعنی بین 10 الی 15 تومن یا نه بیشتر میشه؟ آره. تحصیلاتتون کمک کرد به شغلتون چون به نظر متفاوته. خب پیش نیازش این بود که تحصیلات داشته باشی، به هر حال حالا چه مرتبط چه غیر مرتبط، بیشتر لازمش این بود که تحصیلات مرتبط داشته باشی. ولی خب چون خیلی علاقه داشتم و انگیزه داشتم و حالا سابقه هم خوب بود اوکی شد. مگر باید مرتبط باشه. اگه برگردین عقب بازم همین تحصیلات رو انجام میدین و همین شغل انتخاب کنین یا نه؟ اگه برگردم عقب خب دوست دارم کار هنری انجام بدم. بیشتر نظرم اینه که بیشتر دنبال علاقه‌شون برم. حتی اگه درآمد زیادی نداشته باشه؟ آره، حتی اگر درآمد زیادی نداشته باشه ولی شاید جای دیگه داشته باشه. چند سالتونه؟ من 52 سال. خیلی عالی. تحصیلاتتون چی بوده؟ لیسانسم. چه رشته‌ای؟ چه دانشگاهی؟ من طراحی دوختم، لیسانسم و مدیریت خانواده، دبیر بودم، بازنشسته شدم 1 ساله. هنرستان تدریس داشتم. درست. علاقه رفتین سمت این شغل یا پیش اومد؟ نه علاقه نداشتم، چون این رشته رو اصلا به زور رفتم، ولی بعدش نه دوست داشتم علاقه من چون هم کارم خوب بود،
هم راضی بودم از این رشته‌ام. تو خونه خیلی استفاده می‌کردم، تو کارم خیلی استفاده می‌کردم. الان هم استفاده می‌کنم، خیاطی می‌کنم برای خودم، برای شوهرم، بچه‌م، برای خونم. کارم خیلی خوب بود. اگه برگردین عقب بازم همین کارو می‌کنی؟ آره این سری دیگه با علاقه بیشتره میاد. علاقه چون اون موقع با بی‌علاقه‌ای رفتم سمت این رشته، ولی الان اگر دوباره برگردم آره همین رشته رو انتخاب می‌کنم. درسته. حدود درآمدتون از این شغل هم میشه بگی؟ حقوقی که از آموزش پرورش میگیرم دیگه تقریبا 18 تومنه. بله، ولی کنارش کار جانبی انجام نمیدین مثلا؟ نه کار دیگه نمی‌کنم، ولی همه قد که کارمو بیرون نمیبرم، خودم تو خونه انجام میدم. خب این خودش کسب میشه، درآمدیه دیگه. یعنی انگار ما هزینه‌ها رو کم کردیم. توصیه به بقیه در مورد شغل داری با توجه به تجربتون؟ من رشته‌های فنی رو خیلی پسرم که یه پسر دارم رشتهش کامپیوتره، خیلی از اول گفتم رشته هنرستانی برو، کار یاد میگیری و الان هم میبینین اینقدر که کار به درد میخوره، رشته‌های هنری به درد میخوره، مهارت‌ها رشته‌های مثلا تحصیل درسی کمتر به کار میاد. یعنی درآمد دیگه، به خاطر درآمد همه داریم کار میکنیم. درسته. به نظرتون علاقه رو باید انتخاب کرد یا درآمد؟ خب باید رشته‌ای رو بری که دوستم داشته باشی. بیشتر هم باید ببینی درآمد. اینم مهمه. آره بعضی چیزا رو علاقه داری ولی می‌بینی آینده نداره، عاقبتی نداره دیگه. باید به جامعه نگاه کنی، به محیطت، به اقتصاد نگاه کنی، رشته تو انتخاب کنی. چند سالتونه؟ 23. تحصیلاتتون چیه؟ دیپلم صنایع شیمی. و شغلی که در حال حاضر دارین الان مشغول به کار هستی؟ تتو آرتیستان. خیلی عالی. شد که سمت این شغل رفتین، علاقتون رو اولویت گذاشتین؟ کلا به هنر علاقه دارم. تتو آرتیستی هم خودشون هنر. و هنر پایان نداره، میفهمی؟ الان راضی هستین از شغلتون؟ اگه برگردین عقب بازم همین کار انجام میدین یا نه؟ تتو آرتیستی رو دوست دارم. ولی برگردم عقب یه سری موقعیتایی برام پیش اومده بود، اونا رو رد نمی‌کردم. مثلا چه کاری؟ خیلی موقعیتای خوبی بود دیگه، ولش کن. حدود درآمد این کارم میشه بگی؟ والا هنر درآمدش 1-2 تومن که نیست دیگه، انتها نداره. یه ماه می‌بینی کلا 1 تومنه، یه ماه می‌بینی کلا 1 میلیارد. از چیزی داره چقدر کار کنی. مثلا سقف درآمدی که زدین چقدر بوده حدودا؟ حالا حساب نکردم، 100 تومن 200 تومن زدم دیگه. درسته. به نظرتون باید علاقه رو اولویت قرار داد یا درآمدو؟ علاقه. 36. تحصیلاتتون چی بوده و کدوم دانشگاه؟ من کارشناسی مکانیکم از دانشگاه آزاد مشهد. و شغلتون در حال حاضر میشه بگی؟ من مدیر تولیدم. در چه زمینه؟ تولید چی؟ تولید ترانس‌های برق، شرک صنعتی. چی شد که اصلا سمت این شغل رفتین؟ علاقه داشتین یا مثلا از چه طریق؟ رشته مهندسی مکانیک خب کلا در زمینه تولید فعالیت می‌کنه، در صنعت کلا کارش، و خب تمام تولیدی ها نیازمند این موضوع هستن برای مهندسی مکانیک. حالا در کنار سابقه مدیریتی هم که قبلا بوده، الان نزدیک چند سالی هستش که وارد این حوزه شدم. میتونم حدود درآمدتون هم بپرسم؟ این سوال دیگه یکم شخصی شد، ولی حدود درآمد نرمال مدیریت تولید یه چیز حدود مثلا ماهانه 22 تومنه برای حالا کمپانی در صورت میانگینش. اگه برگردین عقب بازم همین رشته رو میخونین و همین شغل رو انتخاب میکنین یا نه ممکنه کار دیگه انجام بدین؟ از لحاظ اقتصادی بخوام نگاه کنم 100%، ولی از لحاظ علاقه بخوام نگاه کنم قطعا میرم سمت هنر. یه توصیه‌ای دارین در زمینه انتخاب شغل؟ 100% برن سمت کاری که علاقه دارن و برای اون علاقهشون اول زحمت بکشن و یاد بگیرنش، به صورت آکادمیک یاد بگیرنش، به صورت علمی یاد بگیرنش، هر رشته‌ای که هست، و بعد در اصطلاح حالا بچهای تئاتر میگن خاک صحنه خوردن، یکم خاک صحنه بخورن، قول میدم موفق بشن. درسته. شما میگین بین علاقه و درآمد علاقه رو انتخاب کنن، ولی با اینکه خودتون درآمد تقریبا انتخاب کردین، درسته؟ بله، من متاسفانه درآمد رو انتخاب کردم به تبع فرهنگ و خانواده، ولی اگر احساس میکنم همون موقع به جای رشته ریاضی فیزیک میرفتم هنر، مسلما شاید موفق تر میشدم. مرسی. سلام، شب شما هم بخیر. ممنونم. چند سالتونه؟ من 45 سالمه. تحصیلاتتون چی بوده؟ دانشگاه رفتین؟ نه، دیپلم، و خیلی دوست داشتم دانشگاه برم، ولی تو اون مقطع خب یه خورده مشکل بود نسبت به الان، خیلی مشکلات بود، ولی خب دوست داشتم. متاسفانه نشد، ولی خب توی مسیر کاری خوب بود، عالی بود، ولی ادامهش دادم و راضی هم هستم.
چه کاری رو انتخاب کردی؟ الان شغلتون من چیه؟ کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزار، کلا فروشگاه داشتم. یعنی 25 سال سابقه کاری. رنج درآمد این کارو میشه بهمون بگین؟ خب بستگی داره. ببینید این که شما میگیرید رنج درآمد، شما همین الان اگر در نظر بگیرید هم موقعیت مکانی، لوکیشن متفاوته توی تاثیر داره، هم تجربه، هم به شخص بستگی داره. یعنی اینطور نیست که شما بگی مثلا همه میتونن توی یک منطقه خیلی خوب کار کنن یا همه میتونن تو منطقه خیلی بد مثلا خوب باشن یا بد باشن. این تاثیر از طرف برمیگرده. یعنی این بستگی داره که طرف چقدر جربوزه حالا اسمشو میذارید یا اینکه هدف دار باشه. تو هر جای دنیا شما اگر بخوای پیشرفت کنی باید کار کنی. اگه بخوای حدودشو بگین الان مثلا چقدر میتونه باشه در ماه؟ من نمیدونم الان اگر در نظر بگیرید یه فروشگاه اگر کامل داشته باشی، حالا من که میگم من بازنشسته شدم اینو دارم میگم، یه چیزی حدود 30 40 50 بستگی میگم دیگه نوسان داره، ولی ممکنه یک فصل مثلا به 60 70 اینا برسه، یه فصل شاید 10 تومن داشته باشه. اگه برگردین عقب همین شغل انتخاب می‌کنین یا نه مثلا تحصیلات ادامه میدین؟ اگر برگردم یقینا همین کارو ادامه میدم و سعی میکنم با تجربیاتی که داشته باشم و داشتم بهتر برداری بهتری بشه. شما اولویت و علاقه گذاشتین برای پیدا کردن کار یا درآمد گذاشتین؟ نه، اولویت من به بقیه هم توصیه بکنم، اولویت به نظر من علاقه است. بعد شما تا علاقه ای نباشه اونقدر مشکلات هست که خواه نخواه شاید شما رو از این هدفتون برگردونه. سلام، شبتون بخیر. چند سالتونه؟ 38. تحصیلاتتون چی بوده؟ چه دانشگاهی؟ من دانشگاه نرفتم، تا دیپلم کار کردم. چه کار کردی و الان شغلتون چیه؟ خودرویی. درسته. اگه برگردین عقب تحصیلاتو بیشتر ادامه میدین یا نه همین مسیری که رفتین؟ نه به هیچ عنوان. خودتون با علاقه انتخابش کردین؟ نه، چی شد که؟ موقعیت بود کار کردم بعد علاقه من شد. درسته. و الان هم که دیگه میگین راضی هستین. حدود درآمد هم میتونم بپرسم؟ دیگه درآمد بستگی داره دیگه، 30 تا 70 60 50. پس این حدود. سلام، شب شما بخیر. در خدمت هستم. چند سالتونه؟ 23 سال. 23. تحصیلاتتون چیه و دانشگاه رفتین کدوم دانشگاه؟ من تا دیپلم خوندم، دیپلم عمران دارم، بعدم وارد بازار کار شدم. درسته. چه کاری؟ شغلتون چیه؟ شغل آزاد، تولید و پخش مایو. آره، لوازم شنا. درسته. چی شد که سمت این شغل رفتین؟ علاقه داشتین یا اتفاقی؟ آره، من از بچگی چون کلا رابطه با مردم، حرف زدن اینا رو دوست داشتم دیگه. از بچگی 10 سالگی بودم مثلا دیگه 3 ماه تعطیلا رو میرفتم، کلا هم دیگه راغب بودم به شغل آزاد. و آره، چی شد که به طور خاص لوازم ورزشی و اینها رو انتخاب کردید؟ در رابطه با شغل پدرم بود دیگه. پدرم این کار رو داشتم، منم دیگه ادامه دادم. آره. حدود درآمدش هم میتونین بهمون بگین؟ خیلی متغیره. کار ما به شدت فصلیه. مثلا 6 ماه دوم شاید بین 20 تا 30 در ماه، ولی 6 ماه دوم، 6 ماه اول نه، مثلا 100 تومن 200 تومن. آره. اگه برگردین عقب بازم همین مسیر رو میره یا درس مثلا بیشتر میخونه یا کار؟ قطعا همین راه ادامه میده. راضیم. آره. با علاقه رفتین سمت 100%. آره. به نظرتون علاقه اولویت داره یا درآمد برای انتخاب یک کار؟ علاقه باعث درآمد میشه. یعنی علاقه وجود نداشته باشه من به نظرم درجا زدنه. چند سالتونه؟ 39. چه؟ تحصیلاتتون چی هسته؟ دکترای زبان دارم. دکترای زبان؟ بله. چه دانشگاهی میشه پرسم؟ بله، خوارزمی. ارشدم هم شیراز. آها، خیلی هم خوب. شغلتون چیه در حال حاضر؟ من آموزش و کار مهاجرت. پس دقیقاً مرتبطه با تحصیلاتتون؟ بله. چقدر تحصیلات کمک کرد به شغلتون؟ همش همون بوده دیگه. بقیه‌اش که تجربی بوده دیگه، ولی خب تجربه چیز شانسیه. یه جا میگیره یه جا نمیگیره. در واقع شما بدون تحصیلات وقتتون رو دارید تدر میکنید. یعنی سرعت پیشرفتتون، بله، سرعت پیشرفتتون ضعیفه. و یه چیزی ببینی که یاد میگیری دیگه. حالا اون در واقع اون منبعی که به شما اطلاعات میده اصلا معلوم نیست چی هست، چقدر مثلا معتبره، ایناش هستش دیگه. ولی شما وقتی تحصیلات میکنی همه چیز چک شده است. مثل میمونه که شما توی مغازه مدیریت یاد بگیری یا برید دکترات از هاروارد بگیری، تو میتونی بازاریابی کنی، طرح توسعه داشته باشی. اینا خیلی فرق میکنه. دانشگاه ایران چیه؟ همش نه، دانشگاه نیست. شما تو تحصیلات تکمیلی به دانشگاه ربطی نداره، به مطالعات ربط داره. منابع که بازه دیگه. شما بشین
نمیدونم مقالات استاد هاروارد رو بخون، کاری نداری استاد کیه که تو دکترا ادامه دادین، مثلا ارشد بله. و کارشناسی مدتون کافی نیست برای حالا ببینید بستگی داره دیگه. شما مثلا رشته ها متفاوته، شما میخوای مثلا کامپیوتر کار کنی با لیسانس هم میتونی، با اگر بحث بازار کاره با لیسانس هم میتونی اگه میخوای کارمند بشی. اگه میخوای صاحب اون شغل باشی، ببین کسی که نه صاحب شغل با دیپلم هم میتونی بشی، ولی بعد هزینه‌های گزافه، یعنی با آزمون و خطا بری جلو، مشاور بگیری، 10 بار هزینه بیشتر باید بکنی. چه سمت این شغلی که گفتین رفتین؟ این به خاطر که من از سال 74 زبان میخوندم قبل از دانشگاه، خوشم اومد رفتم خوندم، تمومش هم کردم. میتونم حدود درآمدتون هم بپرسم؟ بله، خود زبان انگلیسی ماهی ثابت 60 تومن، اون یکی که پذیرش دانشگاه و ایناست اون دیگه بستگی به تعداد پروندهش داره، اون بین 100 تا 200 تومن میفته. بعد حالا اگه شما مثلا پکیجای جاب آفر رو اینا رو هم در نظر بگیری کنارش دیگه تنه. یعنی تدریس زبان میکنین اون مورد اولی که گفتین؟ بله دیگه پکیج کامل دیگه، صفر طرف میاد، نمرش آیلتسو میگیره، پذیرش دانشگاهشو میگیره، منتورینگ که پذیرش اون پایان نامه و مقاله‌شو انجام میدن، بعدم که فارغ التحصیل شد اگه کار پیدا کرد که چه کارش هم پیدا میکنن براش، خونه خاص براش میگیرن، بعد اینا همه از این درآمد داره دیگه. درسته بله. هم تضمینی، اول انجام میدن بعد پولشو میگیرن. به نظرتون بر انتخاب شغل باید دنبال علاقه رفت یا دنبال پول رفت؟ نه پول که بعد درگیر هرس و طمع و قرص اعصاب و اینا میشی. پول که میشه دزدی هم بکنی دیگه. الان چجوری دارن پول در میارن؟ دزدی میکنه، دروغ میگه، وعده نادرست میده، میری تو بانک‌ها میبینی یه چی ماشین میخری 20 میلیارد میبینی اتاقش عوض کرد. به اونا نیسته. شما باید دنبال علاقت بری، دنبال شهرت و معروفیت نری، وقتی که مهارت تقویت بشه اونا رو هم به دست میاری. خود به خود میشه. چیزی رو دنبال مصنوعی دنبالش نباشید. شما میتونی بشینی تو اتاقت بعد بیان در اتاق. میتونی بری خودتو عرضه کنی، مثلا انگیزشی تو اینستاگرام. یه مدتی هست یه گروه خاصی خوشحال میشن میان دنبالت، بعدم که دست رو میشه و اینا. به نظر من هر کسی کار خودشو درست انجام، البته بشه اون علاقه هم باید پیدا بشه دیگه. یعنی طرف یه موقع تو توهم علاقه است. اینا مسائلی که چجور علاقه شناسایی بشه، تو چه مسیری قرار بگیره که اون علاقه توسعه پیدا کنه، ابزارش که محیط فرهنگی اجتماعیش که اینا همه تاثیر داره. من 43 سالمه. خیلی عالی. تحصیلاتتون چیه و اگه دانشگاه رفتین کدوم دانشگاه؟ من تحصیلاتم دیپلم، دانشگاهم بوچان بودم که 2-3 ماه رفتم، بعدم دیگه به خاطر مسائلی که الان میگن سیاسی بیرونمون کردن. شغلتون چیه؟ آزاده الان. میشه بیشتر توضیح بدین چه کاری انجام میدین؟ همه کار، خرید و فروش ماشین، زمین، ساخت خونه، همه چی. هر کاری که توش پول باشه. یعنی یه مغازه ثابتی دارین که این معاملات رو انجام میدین؟ نه با این اجارات دیگه مغازه نداریم. تلفنی الان شما منو دیدی داشتم تلفن برای همین صحبت می‌کردم. میتونم حدود درآمدتون هم بپرسم؟ درآمدم خوبه، بد نیست. یه رنجی برای کسایی که حالا علاقه دارن مثلا بگیم، مثلا بالای 50، بالای 100، بالاتر، بالای 200. یکم بالا. مملکت باید درس و فاتحه‌شو بخونی تو این مملکت. دیگه مگر نخبه باشی بری خارج از کشور که بتونی به قول من رو به جایی برسی، وگرنه تو این مملکت که درس هیچ ارزشی نداره. به لطف آقای برگردین عقب پس همین مسیر رو میرین یا شغل دیگه؟ برگردم عقبم همین مسیر رو با جدیت بیشتر و زودتر انجام میدم. پس سراغ کلا دانشگاه اینا نمیرین؟ اصلا نمیرم، با اینکه درس رو خیلی دوست دارم ولی نمیرم چون توی مملکت به درد نمیخوره. پس اولویت رو به جای علاقه درآمد گذاشتین یا علاقه هم بوده؟ همه چی الان پوله. همه چی الان پول. مرسی شرکت کردین. اوکی هستیم ما این ویدیو رو بذاریم؟ الان اگر مثال میگن پول نداشتم مثال و لباسای پار و پوره داشتم، هیچ وقت شما نمی‌اومدی من انتخاب کنی برای مصاحبه. اینو میخوام از پول بگم دیگه. منظور منو میفهمین چی میگم؟ جایگاه اجتماعیتون فرق. آفرین. شاید شما مگه لباسای مرتب و پار و پوره داشتی میگفتی میخوام باید مصاحبه کنم، منم نمیومدم. پس پول خیلی تاثیر داره اگه این حرف منو قبول داری. درسته. پس بقیه این توصیه‌تون اینه که درآمد و اولویت بذارن برای انتخاب شغل. 100% تو این مملکت متاسفانه. درسته. ممنون که شرکت کردین. اوکی ویدیو رو بذاریم؟ آره هیچ مشکلی مرسی.